واه 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 من راستی فکرم سرجم کرده نمیتونم چون باوری ندارم تا حاضره که دیگه قربان بمونید. من تا حاضر فقط در فیسبوک خاطره و دعاهای نیکی که دوستانه رو خونده استادم و گفته همین قادرشاه مروت که در حقیقت شتابان تیز رفتن و گفته آرزوی سایف که در فیسبوک نوشته است دیگر زنگ تلفن قربان جاویدانه خاموش است. برایم خیلی عزیز بود، شخصی عزیز. یگانه چیز رو میگویم که قربان عبدالله در زندگی همین سراینده اصلش از سروده هایش از انتخاب موضوعش معلوم بود که و در زندگی هم مثل همون موضوع سرودهاش پاکیزه بود. وفادار عائلش بود و با عائلش مثل لیلی مجنون زندگی کردم. من شاید از نفران خوشبخت باشم که توی خانه‌دارشوی قربان علی همو دوره هایی که کمی شناخته شده بودم با خواهش خود قربان علی من توی عروسی خاندان او رو گذرانیدم و من در اونجا شرکت داشتم. خیلی یک مردی خاکسار بود، یک هنرمندی سخنور بود، یک هنرمندی هنرور بود واقعا و بسیار سخنش مردانه بود و در بسیار معرکه و خرسندی های مردم نیز یک جا و میخوردیم و میدیدم که مردم از او خوب استقبال میکردن و بین هنرمندان هم اگر نام قربان علی رو عبدالله رو اگر میگرفتی راستی زود پذیرایی میکردن و میگفتن چی گونه تربیه یافته تربیه دیده است، چین به کمال رسیده است، در پدر و مادرش خوب سنا میفرستند. من حتی یک بار هنگام ثبت رادیویی در رادیو وقتی سرود ثبت میکردن آنها هنگام همین سراییدن سرودم در وقت ثبت فونوگرام همین احساسات رو نشون میدادن، همین دست جنبانی و آواز جنبانی و همه همین چیزها از تگ دل اجرا میشد. یگانه هنرمندی بودن که شادروان قربان علی عبدالله است که از در مکتب خواندن دویت خونی بسیار یک به مثل فکر میکنم به مثل قربان علی عبدالله یگان کس اینقدر دویت های شیرینی تاجیکانه به طرز قربان علی عبدالله یگان کس نسرایده است. بیار مو گروهی همین قریب که همین بخیر پدر مادر بگید ما میدونی راستی بهترین من همین سنتوری بهترین رو دوست میدارم و سنتور رو حرمت نمیکنم. همین سنتور بود که همین آدمی بود که بهترین بود، بهترین بود. اگر دمیشل بگیریم هم اصول کرامت رو همین آدم خدمت کرده اگر در همین چیز در همین تجویستون آخی ما دیگر نمیدونم چی بگم. ما فقط برای ما گریه کردن. از امو ایام دانشجویی خیلی پسری خوب بود، به اندازه با فرهنگ و صداش آنچنان دلانگیز بود که هر سرودی که میخوان محبوبیت خود را داشت در بین خلمانشی که اولین سرودهاش کجا میره شتابان هر یک تاری مژگانت ببوسم و استعدادی نادر یعنی خداداد داشت. بعد انسانی که خوب که بود دلش صمیمی پاک بود، از این خاطر مردم را احساس میکرد و دل پاکی او را باید حالا این جوان بود تماما باید این کار میکرد اما این را شکست کردن یک مدت ترک کرد سرزمین ما را و شما بدونه که اون نفری که این قدر دهه خود را وصل میکنه آیا میتونه در غریبی طاقت بکنه؟ این از عقل بیرون است که او هر لحظه شاید خواب میدید. سند قربان رو طلب میکند این در حقیقت قربان هنر خود بود. دیگر اینکه وای در همین سبک خودش پیدا کرده بود. امروز ما گوشت حیرت میگیریم که
یک جوان بسیار نازنین، یک جوان بسیار هنرمند، یک جوانی که در حقیقت با مهر و محبت درباره عشق و صداقت و آدم و آدمگیری میخواند و مردم به شادی و خرمی دعوت می‌کرد. امروز با ما نیست. سرودی که آوردم کجا میره شتابان، ما گفتم که بسیار سرود تبوک است، یکی ترانه با. بله و گفت که این چیز به دل من نشسته. بله من گفتم بعد دیگر میبینه که بعد چهره عجیب داشت، هم چشمش هم چهره گرمش هم آدم به خود زود میکشه. بعد جسارت و بعد همین خواندن و بعد در صحنه بسیار آزاد بودنش آدم مفتون میکرد. دیگر اینکه وای بسیار صمیمی بود. قریب که همین یک گپ است که رونق بی هنران مرگ هنرمندان است، همین چیزا با طاقت هم نمیکرد، ولی صمیمی بود به صنعتش، به هنرش، به دوست و به یارانی که در حقیقت صنعت بلند داشتن اونها بسیار احترام میکرد از این جهت. بعد دیگر اینکه اون چیزی که در خاطر ما مونده و بسیار جستجو میکرد، هر شعری که می آورد با هم مسیحا میکرد، همین چی از چنین. بعد دیگر اینکه و آخی در حقیقت همین زیر و بم همین موسیقی به درجه نازک میفهمد که دیگر ترانه‌های این چیز قابلیت ندارن. سرودهایی که قربان علی جان میخوندن، صحبتایی که ما میکردیم، یک جای بسیار نزدیک بودیم، سنگلی میرزوی، من، قربان علی، هممون که اینا از من 1 سال 2 سال خود بودن. روی ما من استاد گفتن از من می آمدن و افتخار داشتم که این مرد بزرگ در هنر ما هستند و همه سروداشان سرودای صمیمی است. استاد بازار صابری خدا رحمتی هم بسیار از قربان علی جان افتخار میکردن، خدا رحمت کند. و من بسیار با یاد قربان علی همین روزش که فکر خیالم در همین بود و برای هم دیارا، برای هم زمینا، برای هم دیلا، برای مسافرایی که قربان علی دوست می‌دارن در حکومت‌های روسیه و دیگر دولت‌ها، برای همه ما این یک صد دقیق که یک از باغ صنعت، یک درخت بسیار پرمیوه، میوه‌ها شیرین از این دنیا رو پدرود بزن. کجا میشتابی مرا دیگر هرگز نیابی، کجا میشتابی مرا دیگر هرگز نیابی.